سلام بچه‌ها، چطورین بچه‌ها؟ من امروز اومدم با 4 تا از بهترین فیلم‌های خارجی رو بهتون معرفی کنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. بزن بریم. اولین فیلم اسمش هست دو خواهر. دو خواهر بعد از اینکه مدتی را در بیمارستان روانی بستری بودن، به خانه پدرشون و نامادریشان برمیگردند. در آنجا علاوه بر تحمل رفتارهای نامتعادل و خشن نامادری، متوجه حضور یک روح مرموز میشوند. آقا من اومدم با فیلم دوم، اسمش هست آخرت. 3 نفر به طریق مختلف با مرگ روبرو میشن. جورج یک کاراگاه آمریکاییه که ارتباط خاصی با دنیای مردگان داره. ماری در آن سوی دنیا که یک ژورنالیست فرانسوی است که به واسطه تجربه تا سرحد مرگ پیش میره و بعد از آن زندگیش تغییر می کند و در لندن هم دانش آموز در یک سانحه رانندگی برادر دوقلویش را از دست می دهد. این 3 نفر در راه یافتن واقعیت با یکدیگر برخورد می کنند و زندگی‌هایشان تغییر می کند. آقا بریم سراغ فیلم سوم، پروژه ایکس. 3 رفیق به نام توماس، کاستا، جیبی برای اینکه معروفیت به دست بیارن تصمیم میگیرن یه مهمونی بزرگ و بی سابقه برپا کنن. اما طولی نمیکشه که اوضاع و کنترل آنجا از دستشون خارج میشه. آقا بریم سراغ فیلم چهارم، دروغگوی خوب. یک کلاهبردار حرفه‌ای به نام ریوی از طریق اینترنت با یک خانم بیوه ثروتمند به نام بیتی ارتباط برقرار میکنه. اما با روشن شدن حقایق، نقشه او برای سرقت اموال بیتی تبدیل به یک بازی پرخطر میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین. گودبای.